دادی؟ قرارداد ازدواج؟ قرارداد ازدواج؟ در حقیقت حالا که ازدواج کردین باید نسبت به ثروت و ارث هم تصمیمایی بگیریم. یه امضای کوچیکه. خواهر ما باید قرارداد ازدواج امضا کنیم؟ یعنی چی؟ تو به گونش چی گفتی؟ فقط درباره حرفای امروزمون بهش گفتم. درسته هالوک؟ تو میخواستی بگی؟ شبتون بخیر. گونش امیدوارم ناراحت نشه هالوک. تو میفهمی چی کار کردی؟ من با تو همچین حرفایی رو زدم؟ دیر یا زود اون باید اینا رو میفهمید هالوک. من فقط اصلا یک کلمه دیگه حرف نزن. گونش نمیدونم چی بگم، واقعا معذرت میخوام. تو فکر کردی به خاطر پول باید ازدواج کردم؟ خواهرت اونطوری فکر میکنه، تو هم اینجوری فکر میکنی؟ مگه میشه؟ چه ربطی داره این حرفو نزن؟ میدونی به خاطر تو از چه چیزایی گذشتم؟ من دنیای 3 تا دخترمو خراب کردم فقط به خاطر تو. میدونم عزیزم، میدونم. اگه تو ذهنت ذره‌ای تردید داری همینجا تمومش میکنیم، همین امشب اینجا تمومش میکنیم. نیست، باور کن که نیست. پس چرا پیش خواهرت این حرفو نزدی هالوک؟ گفتم باشه نمیتونم به دروغ بگم. با خواهرم در این مورد حرف زدیم، باش حرف زدیم، ولی من و اون فقط خواهر و برادر نیستیم، شریک کاری هم هستیم و شرکت یک کارهای حقوقی داره، یعنی این کارا تماما تشریفاتی هن. اما اون اینجوری گفت که انگار منم با این کار موافقم، در واقع انتقام گرفت، اما نه از تو، میخواد از من انتقام بگیره. خواهرت از ما خوشش نمیاد، از همون روز اول معلوم بود. ما خیلی سریع تصمیم گرفتیم، یعنی من خیلی عجله کردم. ببین تو رو خدا به چه روزی خودمو انداختم. گونش هالوک، بچه همو به زور آوردن اینجا. لطفاً گوش بده به حرفم. ببین، من تو زندگیم به هیچ کس به اندازه تو اعتماد نکردم. به هیچ کس اعتماد نکردم. پس نمیتونی به همین راحتی بذاری و بری. میرم هالوک. نمیتونی. من عاشقت شدم. این هیچ ربطی به عشق نداره. تو چشمام نگاه کن، تو چشمام نگاه کن و بگو که عاشقت نیستم. بگو. میتونی بگی؟ ها؟ پس میبینی که به عشق ربط داره. تو قلب منی. پس چجوری میتونم به خاطر این مسائل بی ارزش ازت دست بکشم؟ بهم بگو چطوری؟ نمیدونم. چی میخوای؟ میخوای بری؟ باشه قبول، جمع کن بریم. من همه چی رو به خاطر تو رها میکنم، حتی علی رو. تو به اینجا تعلق داری هالوک؟ من به اینجا تعلق دارم. منو باور میکنی؟ بگو که باورم میکنی. اگه اعتماد نداشتم نمیموندم حرفاتو گوش بدم. پس موضوع حل شده است. بهت قول میدم دیگه باز نمیشه و خواهرم حساب این کارشو پس میده. این موضوع همینجا تموم میشه و تو هم با هیچ کس در موردش حرف نمیزنی. باشه، هر جور که تو بخوای عشقم. پس دیگه مسئله ای نیست؟ میشه یکم تنها باشم؟ باشه، هر جور که تو بخوای. پس من پایینم، اگه کارم داشتی به هم زنگ بزن. باشه؟ بهترین آهنگی که من و ملیسا دوست داشتیم. متوجه نشدم چی گفتی؟ هیچی. اگه خوشت نمیاد میتونیم بریم یا یه کار دیگه هم میتونیم بکنیم، گوشمونو بگیریم.
فیلم خنده‌دار هست که وقتی دارن میرقصن مرد زنشو میزنه. تو که نمیخوای با من این کارو بکنی مگه نه؟ یعنی نمیخواستم بگم که ما زن و شوهریم و خیلی معذرت میخوام، دارم چرت و پرت میگم. آی واقعا معذرت میخوام. تو با من چی کار کردی؟ خیلی عوض شدم. تو الان چیز بدی گفتی؟ امروز نمیدونم چه شده، اما من سلین قبلی رو میخوام. اجازه هست؟ بله حتما. هیجان زده یاره. میتونیم شمارش معکوس شروع کنیم. من دیگه دارم میمیرم، نمیتونم تحمل کنم. کم مونده. خواهش میکنم بذار من برم. حس دختریو دارم که تو فیلم ترسناک آخرین نفریه که قراره بمیره. اصلا هر کاری دوست داری با هم بکن، بذار این عذاب تموم شه. Elimde yalandan kocaman rengarenk geçici oyuncak zaferler. Ne kadar az yol almışım, ne kadar az yolun başındaymışım meğer. Elimde yalandan kocaman rengarenk geçici oyuncak zaferler. Küçük, daha çok küçük. هر کاری میخوای بکن، من دیگه طاقت ندارم. فقط این شب لعنتی تموم شه. اصلا چرا اومدم اینجا؟ چرا داری میخندی؟ تو میخوای یه بلایی سرم بیاری؟ آره؟ وقتی میترسی با نمک‌تر میشی. همه ی حرفاتو باور کردم. فکر میکردم واقعا میخوای با من دوست شی. من خیلی احمقم. آره خیلی احمقی. میتونستی بری، تو رو به زور که نگه نداشته بودم. من نمیتونم خوش باشم علی. جایی که من باشم واسه تو خوشی نیست، برات مشکل درست میشه. حداقل امشب اینو فهمیدی. میدونی حق داری. حرفای بدی بهت زدم، اما اون حرفا واقعیت نداشت.